دوستا سلام. ما شاه محمد رئیس هستم. میخوایم درباره فتنه بسیار بزرگ قرن حاضر که او از سرزمین و جغرافیای امریکا صورت میگیره یک سلسله بحثات با شما داشته باشم و ایره نشر کنم. تا جایی که به نظرتان صحبتهای منطقی میاد لطفا ایره تا میتونید شیر کنید. از شما تقاضا میکنم. و این شفیع عیار است. شفیع عیار بیشرمانه و لجام گسیخته علیه اسلام، پیغمبر اسلام و قرآن تاخت و تاز میکنه. و در نظر داشتی که ما یک سوال بسیار ساده از شفیع عیار دارم و او ایست که در سرزمین امریکا هیچ انسان حق نداره که مذهب، دین، رنگ پوست و نژاد کسی را توهین کنه. و این مجوز چطور تانسته که اما قسم که شیطان از خداوند اجازه دریافت کرد که مسلمانای به ایمان گمراه بسازه، این چطور این مجوز به دست آورد از امریکا که از خاک امریکا علیه مسلمانان به شرمانه و به حیامابانه توهین میکنه. قرآن یک کتاب است، یک کتاب آسمانی و نزد مسلمانان تنها نه بلکه نزد تمام بشریت قدسیت داره و به نهایت زیاد با احترام به قرآن دیده میشه. قرآن یگانه کتاب است که از نظر تیراژ کتاب تعدادش به میلیاردها چاپ شده، میلیاردها، میلیون‌ها نه بلکه میلیاردها. و هیچ کتاب بشریت نه آسمانی و نه توسط انسان ها که نوشته شده با اندازه قرآن پخش و نشر و چاپ نشده. هیچ کتاب حتی 0.00001% قرآن چاپ نشده، هیچ کتاب. امروز خوشبختانه مسلمان ها با تمدن پر افتخاری که دارند از 1000 سال به این طرف، تمدن پر افتخار مسلمان ها توسط هیچ کس انکار نشده. در تمام دانشگاه های دنیا از توکیو ژاپن گرفته تا کالیفرنیای آمریکا تا کانادا، در تمام دانشگاه های دنیا مرکز قرآن شناسی، اسلام شناسی وجود دارد و دانشمندای بسیار بزرگ اسلامی مایه افتخار بشریت است. از ابن سینا گرفته تا خواجه عبدالله انصاری تا البیرونی، فخر رازی، محمد غزالی و برادرش احمد غزالی، حتی تا به این نزدیکی ها که به این بیدل، حافظ، سعدی، شیرازی، مولانا جلال الدین رومی، آدم سنایی یا افتخار بشریت هستند. آنقدر تمدن اسلامی پرشکوه و با عظمت است که حتی بیدینا که جنبش بیدینی که در دنیا در قرن 18 شروع شد و خدا را نفی کردن، گفتن که خدای اصلا وجود نداره و دین تریاک است، این باید از جامعه برداشته شود. اروپای مرکزی امروز این جنبش در قرن 18 آغاز شد و آهسته آهسته تا به جایی رسید که بزرگترین نظام و بزرگترین دولت و سرزمین و جغرافیای به نام اتحاد شوروی را قدرت گرفتند. حتی رهبرای امی قدرت های کمونیستی، نظام های کمونیستی و کارل مارکس و انگلز از قرآن و از مسلمان ها بسیار به احترام یاد کردند. در هیچ اثرشان از مسلمان ها اقدر بزشتی که شفیع عیار یاد میکنه، اقدر توهین که شفیع عیار میکنه، هیچ بیدین و بی خدای نکده در این زمین. فقط تفاوت لینن و شفیع عیار داییست که لینن با احترام میدید دین اسلام و نظام بی خدایی را در شوروی معرفی کرد و مسلمان ها را حداقل از
به خاطر فرمالیته بودن و به خاطر مراسم دیپلماتیک در شهرهای بزرگ اسلامی مثل تاشکند و دوشنبه و اشقابات مسجدهایی بوده و نمازهای جمعه برگزار می شده. یعنی و در دانشگاه های بسیار بزرگ معتبر دنیا از او زمانی که برای اولین بار بیدینی رایج پیدا کرد در دنیا، دانشمندای بسیار بزرگ و معروف غربی عیسوی بودیست ها، هندوها یا مراکز قرآن شناسی و مراکز اسلام شناسی در نصاب گفتاری و رفتاریشان بود. یعنی هیچ کس هیچ مذهب به قرآن توهین نکرده و هیچ مذهب به خدا توهین نکرده. شفیع عیار میگه که قرآن اول خود به احترامیش به کتاب است که قرآن 30 سپارهش پاره پاره کرده. من وقتی که میشنوم میبینم دلم در میگیره، به خاطر که کتاب به این تقدس و به این مقدسیت پاره پاره کردن از کس پاره میکنه که بالگت قرآن زده باشه و شفیع عیار قرآن بالگت زده پاره پاره کرده و ادامه میکنه که ما ایره بسیار زیاد خواندیم، با او خاطر ورقایش پاره پاره شده و ایره میگذارن در موزیم آب. شما تصور کنین آیا با خواندن 1000 بار یک کتاب برگایش جدا میشه؟ هیچ امکان نداره که جدا شود. قرآن از 1400 سال به طرف با قلم نوشته شده، روی پوست حیوانات، الیاف درختها و کاغذ. وقتی که برآمده در تمدن اسلامی بهترین نسخه های نفیس قرآن نوشته شده با شکل نسخ خطی با ارزش. قرآن های در امروز در موزیم های دنیاست، از توکیو گرفته تا به لاس آنجلس و دانشگاه لاس آنجلس و آمریکا و کانادا و تمام اروپا، شهرهای اروپایی که قیمتشان به صدها میلیون دلار میرسد. شما تصور کنید یک کتاب با ارزش 300 400 500 میلیون دلار حتی 1 میلیارد دلار باشه. که مثال شما بر شما بگویم یک قرآنی که در بخارا بود، برای امپراتوری عثمانی ها فرستاده بود تحفه به امپراتوری بخارا، او در موزیم شرق شناسی دانشگاه مسکو حفظ میشد، نگهداری میشد. وقتی که جمهوری اتحاد شوروی از آن پاشید و نظام بی خدایی و بیدینی از گلمش برچیده شد، جمهوریت های مسلمان آزاد شد و روسا یک عشق و علاقه که با مسلمان ها داشتن، احترامی که با مسلمان ها داشتن، قرآن دادن به کشور اسلامی ازبکستان. امروز او قرآن از نمایش از قرآن صدها میلیون دلار سالانه درآمد دارد و این قرآن اگر ازبک ها بفروشه تا به 1 میلیارد دلار تا بیشتر مردم ایره هدیه میکنن، خریداری میکنن. و اما قسم قرآن های دیگه که با میناتوری های نقاش های معروف مثل بهزاد، کمال الدین بهزاد تزیین شده، این ارزشش به میلیونات دلار میرسد. تعدادشان قدر زیاد است که هیچ موزیم دنیا را شما نمیبینید که چند تا از نسخه خطی قرآن نداشته باشد. علاوه از که تعداد چاپش خود برای شما گفتیم که میلیاردها میرسه، میلیاردها. این شد از نظر قیمت مادی قرآن، ارزش مادی قرآن که چقدر مورد توجه دنیا قرار داره. کتاب بسیار زیاد چاپ میشه، نشر میشه که او تقاضا برای زیاد باشه. آنقدر برای قرآن تقاضا بوده، آنقدر برای قرآن تقاضا هست که با میلیاردها چاپ شده. که آخرین کتابی که تعدادش به 85 میلیون تعداد چاپش رسید هری پاتر بود، کتاب هری پاتر بود و که 85 میلیون است. اگر حساب کنی با تعداد قرآنی که چاپ شده تا 0.0001% قرآن نمیشه. از نظر متن قرآن
قرآن یک نظامنامه کامل برای بشریت است. یک نظام چی است؟ نظام امروز ملت ها دولت ها دارن، نظام ها دارن و در نظام ها وزارت دفاعشان بزرگترین بودجهشان را مصرف میکنند. مثلا وزارت دفاع چین 200 میلیارد دلار است مصرف بودجه ازی، 200 میلیارد دلار. و همونطور از امریکا، همونطور از اروپا، همونطور از روسیه شما حساب کنین. و از نظام اسلام نظام دفاعیش قرآن است و قسمت جنگ در قرآن و جهاد در قرآن است. ما و شما افغانا دو تمدن بسیار پر افتخار داریم. اگر پشتون هستیم، تاجک هستیم، ازبک هستیم، ترکمن هستیم، هر قوم و نژاد و قبیله که هستیم دو افتخار بسیار بزرگ داریم. یکی ما تمدن اسلامی است و دوم ما تمدن زبان فارسی. و در نظام تمدن فارسی ما شاهنامه فردوسی است. در قرآن جهاد وقتی که میگه کشتن و سربریدن و شمشیر و جنگ کردن، این یک راهنمای کامل چیست. این غلط نیست، این بسیار پر افتخار است که جهاد در قرآن همیشه انسان ها دشمن داره، کشورها دشمن داره، مملکت ها دشمن داره و دشمن ها نمیخواه که این کشورها آرام باشه و مانع ترقی و پیشرفت مسلمان ها میشه. و در مقابل از او یک نیروی دفاعی بسیار جدی ضروری و حتمی است. و نیروی دفاعی ما جهاد در قرآن یا جنگ در قرآن است. شاهنامه فردوسی میگه جنگ چی است؟ برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پا و دست. یعنی که برید و درید و شکست و ببست، این سر بریدن، سینه دریدن، شکم پاره کردن، پای شکستن و اسیر گرفتن در جنگ است. این تعریف جنگ است. این شاهنامه فردوسی میگه. در قرآن هر قدر که سر بریده شده، هر قدر که جهاد شده، هر قدر که شده، این از بزرگی و از عظمت قرآن بوده، از دفاع بوده. شکلی که شفیع عیار این تشریح میکنه و میگه بیشرمانه توهین میکنه و پیامبر خدا، شما فکر کنید، آیا تصور میکنین که یک انسان که بزشتی که شفیع عیار یاد میکنه اینطور یک جمعیت بالای 1000 میلیون انسان پیرو خود بسازد؟ آیا امکان داره که حضرت محمد با صفاتی که شفیع عیار یاد میکنه اینقدر دین و مذهبش رشد کنه و ترقی کنه و پیشرفت کنه و تا به امروز پایدار بانه؟ در که ما دیدیم بی خدایی و بیدینی و مذهب شفیع عیار بیدین 70 سال هم در اتحاد شوروی دوام نکرد، یکی پای دیگه تمام شد. در منطقه خود ما تجربه کردیم، تجربه داریم از حزب توده ایران. حزب توده ایران بزرگترین قدرت و نیروی مبارز در جمهوری اسلامی ایران بود و در مقابل مسلمان ها شکست خورد و گلمش بر ابدالابد جمع شد. هیچ اثر از حزب توده نمونده. و در افغانستان هم حزب دموکراتیک خلق افغانستان با اندیشه های ماتریالیست دیالکتیکی که اندیشه ها و تفاله های حزب توده را یا مطالعه میکردن و میخواندن، پیرو از او اندیشه ها بودن و هم سرنوشتشان امروز ما ببینیم که در کجا کشیده و هیچ تمام بدبختی های امروز افغانستان اکثرش به او ربط داره. و بخش دوم قرآن ادبیات قرآنی است. ادبیات قرآنی را شما فکر کنید که مثلا داستان یوسف زلیخا یکی از بهترین داستانهای بشریت است. آنقدر زیباست، آنقدر پر مفهوم است که اگر شما این را اول قابل مقایسه نیست، فرزند مقایسه کنیم با داستانها و کمدی ها و تراژدی های شکسپیر یا داستایوفسکی یا تولستوی یا نویسنده های مثل بالزاک، یا اصلا تعجب میکنین که خداوند واقعا این کتاب نوشته و فرستاده برای ما. با زیبایی داستان یوسف و زلیخا، داستان عشقی، روانکاوی انسانی، هیچ بشر اتو یک کتاب خلق نکرده، هیچ بشر اتو یک اسطوره خلق نکرده
که داستان یوسف و زلیخا را ما در قرآن داریم، مثل از او داستان دیگر. وقت عظمت داستان قرآنی در این دعای اخیر و نمایش گذاشته شد، مردم دنیا قبول کردن که قرآن واقعا یک معجزه است با داستان یوسف و زلیخای خود. وقتی که اول لبنانی ها از داستان یوسف و زلیخا فیلم ساختن و دوم ایرانی ها در دههای اخیر، در 15-20 سال اخیر، ما شاهد بودیم که حتی تلویزیون های امریکای لاتین، ارژانتین، برزیل، چیلی، اروپای مرکزی و شرقی و غربی و شمالی و امریکا و کانادا، ژاپن، چین، بارها این داستان در تلویزیون های ملی خود، در سینمای خود به نمایش گذاشتن. آنقدر یک فیلم پربیننده بوده که ما عظمت قرآن در اونجا میفهمیم. بخش سومی قرآن مسائل علمی است. شما فکر کنید که مسائل علمی در 1400 سال پیش که مطرح شده، مثلا نخوردن گوشت خوک، مثلا وضو کردن، نماز خواندن، اینا کل از یا انسان را پاک میسازه از ویروس ها، از میکروبات. 5 وقت نماز خواندن و 5 وقت وضو کردن خود از این یک معجزه بوده برای بشریت. به او بوده مثلا یک انسانی که بعد از 50 سال ناتوان ضعیف میشه و او دیگه توان کار نداره، حرکت بسیار کم داره، همین 5 وقت نماز اگر میخونه و مسجد از خانهش 15 دقیقه دور باشه، حداقل 15 دقیقه با پای دور باشه، این مسجد میره و پس میاد 30 دقیقه میشه. نیم ساعت حرکت کردن کاملا کافی است برای یک آدم معذرت میخواد یک آدم بالای 50 سال که حرکت کنه روزمره و این 70 بار که سجده میکنه و جریان پرسرعت خون در مغز سر از و بالا شدن از این حرکات یکی از زیباترین حرکات تمپتیشن یا یوگا یا مثلا حرکت های ورزشی بشریت است که خصوصا در مذهب بودیزم این حرکت ها بسیار جایگاه خاص خود داره، یا یوگا در هند. و این 70 بار پایین و بالا شدن و سجده کردن و استاد شدن و نشستن، خود از این یک حرکت کافی است برای یک انسان که سالم بانه. امو بود که پدر مرا خداوند ببخشه 96 سال عمر کرد، یک دانه تابلت نخورده بود. فقط یگانه چیزی بود که نماز خود 5 وقت قضا نمیکرد. و وضو گرفتن، خود وضو گرفتن، نشستن، خیستن، پای بلند، کل وزن سر یک پای ماندن، پای بلند گرفتن، شستن، کل از یک بهترین حرکت های ورزشی، زیباترین حرکت های نماز است. از نظر علمی مثلا حرکت زمین گفته، مثلا تسخیر آفتاب و مهتاب گفته، مثلا رفتن در فضا را گفته. اولین درب پرواز انسان در فضا را قرآن و سیرت النبی با داستان معراجنامه شروع کرده، باز کرده بشریت برای بشریت. اما قسم هزار چیز داره، مثلا مفاد میوه ها، مثلا کم خوراکی، اینا کل از یا چیزایی است که در قرآن آمده به شکل قرآن. و مسئله چهارم که بسیار قابل بحث است که بسیار خصوصا شفیعیان انتقاد میکنه، حقوق مدنی انسان ها در قرآن است. شما فکر کنید که در او وقتی که شفیعیان ذکر میکنه که محمد فقط با صدها زن میخوابید و همیشه چی میکرد، اول خوی از نظر چی کاملا غلط است، از نظر بیانی که شفیعیان میکنه 100% غلط است و واقعیت نداره. به خاطر از این که عروسی دوم خود محمد در سن 57 سالگی کرده و پیش از او تا سن 40 سالگی که با خدیجه که تجار پرقدرت او زمان و وقت بود، به خاطر که نام و لقب امین بودن، راستکار بودن گرفته بود، آنقدر هوشیار بود و راستکار بود و با صداقت بود که خدیجه حاضر میشه که با نوکر خود، با کارمند تجارت خانش
عروسی میکنن. و این قبل از اینکه به پیغمبری مبعوث شوی کار کرده بود خدیجه. و حقوق زن در او که به این اندازه که امروز ما در قرآن میبینیم یک معجزه بوده. اگر ما حقوق زن مثلا حتی امروز در اروپا ببینیم، آیا زن مرد امروز 1400 سال نه امروز آیا حقوق زن مرد در امریکا در اروپا مساوی است؟ ما 100% براتان میگم مساوی نیست. به خاطر از این چند تا رئیس جمهور امریکا زن بوده. در کابینه های اروپا چند تا زن مقام اول داشته در کلش. کمپانی های ملتی میلیون مثلا فیسبوک، آمازون، تویوتا، بنز، اما قسم سامسونگ و نمیفهم چی کمپانی های تسلا، موتورهای الکتریکی، آیا چند تا زن در راس از این قدرت های اقتصادی بزرگ دنیا قرار داره؟ مثلا در هوا شما فکر کنید، در هواپیمای A380 ایرباس که ساخته تقریبا ظرفیت 800 مسافر داره. خب برای 500 نفری را 550 نفری را عیار ساختن به خاطر که سازمان هوانوردی جهانی اجازه نداد که 800 تا چوکیده او باشه. در غیر از او ظرفیت 800 تا. بلندترین معاش حقوق پیلوت ها میگیرد که تقریبا اضافه از 90% پیلوت ها مردا هستند. تعداد خانما زنا پیلوت بودن بسیار کم است و اکثریت استیواردا که در پرواز 2 پیلوت است و تقریبا از 10 تا 20 استیوارد است و استیواردا اکثرا زن می باشد. حقوق زنها 1/2 مثل حقوق پیلوت است. یعنی یک پیلوت حقوقی که میگیره، معاشی که میگیره تقریبا 5 تا 10 برابر اضافه تر از یک استیوارد میگیره. آیا این مساوی است یا نیست؟ اگر شما در اینجا اینا مقایسه کنین باز دقیق براتون روشن میشه که حقوق زن در 1400 سال پیش به او اندازه که در قرآن گفته بسیار شاهکار بوده. آیا در مو عصر و زمانی که حقوق قرآن معرفی میکنه برای ما در مقابلش دیگه مذهب‌ها و دیگه انسان‌ها زن چی حقوق داشته؟ همین جنگ‌های که شفیع یار تعریف میکنه قلعه‌های یهودا بوده یا هر کسی که بوده، ما در فضا نمیرم. مدام قدر میگم که در اونجا در قلعه‌های بسیار مستحکم نظامی میساختن و در داخل از قلعه‌ها یک تعداد انسان‌های بسیار جاه طلب و بیدین در اونجا جای داشت که زنا و مردا را برده خود گرفته بودند و از هر مردشان 20 تا 30 تا زن می داشتن و هزار برده و نوکر و دیگه می داشتن و این قلعه های مستحکم یک دزد رازن با گفته شفیع عیار اگر محمد که میگه او را تسخیر کرده نمیتونه، فقط پیغمبر خدا میتونه او را تسخیر کنه. و قلعه ها را تسخیر میکرد، زنها را آزاد میساخت و قبایل آزاد میساخت و تا به آخر اندونزیا تقریبا در کل دنیا امروز اسلام گسترش یافته. امروز در شهرهای بسیار بزرگ دنیا از 1 تا 10 تا 20 تا 50 مسجد وجود دارد و هر سال مسجدهای تازه ساخته میشه. ما در دنیا زیاد سفر میکنم. هر سال کانادا میرفتم یک مسجد نو میدیدم. هر سال که نروژ میرفتم یک مسجد بزرگ نو میدیدم. و در سالهای آخر در مسکو شما دیدین که بزرگترین مسجد پوتین و اردوغان افتتاح کردن در مسکو که ظرفیت 10,000 نمازگزار داره و تعداد مسلمان ها بالای 50 میلیون در اروپا است. مسلمان ها در اروپا و در امریکا در چند قدمی رئیس جمهور شدن هستند، در چند قدمی صدراعظم شدن هستند. امروز در پارلمان هایشان حق رای دارند، در قانونگذاری هایشان حق رای دارند. امروز مسلمان ها در تمام دانشگاه های دنیا پروفسور مسلمان هستند که فیزیک و کیمیا و ریاضی درس میده. شما خانم جوان ایرانی را 30 ساله را که متاسفانه عمرش کوتاه بود که مغز
بزرگترین بشر، بزرگترین انسان در علم ریاضی است. علم ریاضی، علم دیجیتال، یعنی علم موبایل هوشمند، یعنی علم هواپیمای A380. او در جمهوری اسلامی ایران بزرگ شده بود و مریم نام داشت که متاسفانه فوت کرد. امروز اگر شما از مایکروسافت، از اپل، از سامسونگ نه، ببخشید سامسونگ کم مسلمان داره، اما در اپل، از لوفتانزا، از یونایتد ایر امریکا، از ایر کانادا، اگر شما مسلمان ها را بکشین از مدیریت، از یک کار میکنه پشت پرده کار میکنه، این دستگاه همیش فلج میشه. ششمین مغز فکری کامپیوتر در مایکروسافت یک افغان مسلمان است، عبدالحی، از خانواده یک مسلمان مذهبی است. اگر عبدالحی کار رها کنه، شما مطمئن باشین که مایکروسافت فلج میشه. و اگر مسلمان های اروپا را که ترکا، یک کتله بزرگ ترکا به خاطر بازسازی آلمان بعد از جنگ دوم جهانی در اونجا رفته، اگر وارا بکشین اقتصاد دنیا کاملا نابود میشه. پس اینجا شما میبینین که گفته های شفیع عیار که مسلمان ها فقط انتحاری میکنن، آدم میکشن و توهین و تحقیر میکنن مسلمان ها را، و تو نیست. مسلمان ها امروز دنیا را گرفتن و جمعیتشان به 100 میلیون میرسه. خوشبختانه که زاد ولد بسیار زیاد است. هیچ مکتب در اروپا نیست و امریکا نیست. هیچ مکتب شما در اروپا و امریکا پیدا نمیکنین و هیچ دانشگاه پیدا نمیکنین که در اونجا دانشجوهای مسلمان درس نخوانند. هیچ نیست، اصلا وجود نداره و رقمش آنقدر زیاد است. وقتی که زنگ مدرسه، رخصتی مدرسه زده میشه، شما میبینین که چادرهای سیاه در پالوی دخترها، هم سنفی ها و دوستای سفید پوستشان و سیاه پوستشان، مسیحیشان از مکتب خارج میشن. در هر کوچه و سرک برین خانه های مسلمان ها هست امروز در اروپا و اروپا خوب میفهمه که ما مسلمان ها رو نمیتونیم بکشیم. اگر یک سوال ساده از شفیع عیار بپرسم، بسیار ساده یک سوال ابتدایی از او پرسان کنم که در قانون اساسی امریکا توهین به دین و مذهب انسان، به پوست و رنگ پوست و نژاد انسان کاملا منع است و مجوز از کجا گرفتید؟ ما مطمئن هستیم جواب نداره. به خاطر از اینکه اسلام امروز تا کل اروپا رسیده و شفیع عیار بسیار بیشرمانه کوشش میکنه که ملامتی کشته شدن 2 میلیون انسان بیگناه را، مسلمان در سوریه، عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، ایرا به گردن قرآن بندازه و به گردن محمد بندازه و اسلام ملامت کنه. اگر این گپ شفیع عیار درست است، پس باید امریکای لاتین، کشور السالوادور، کاراکاس، ونزوئلا باید بهشت روی زمین باشند، به خاطر از اینکه اونجا هیچ اصلا اسلام و قرآن اصلا نرفته بود. اگر قرآن باعث جنگ و بدبختی در روی زمین است، اسلام باعث جنگ و بدبختی در روی زمین است، جنگ دوم جهانی باید صورت نمیگرفت و بمب اتم در سرزمین ژاپن باید ریختانده نمیشد توسط امریکا. شفیع عیار کوشش میکنه مذبوحانه، بیشرمانه و بی حیا مآبانه کوشش میکنه که تمام بدبختی ها و جنگ های که علت اصلی از منفعت‌جویی امریکا و ناتو و اروپا است، ایره بندازه به گردن قرآن. دوستا، ما بسیار ایره به شکل یک مقدمه با شما بیان کردم که عظمت قرآن و محمد شما بفهمید. ما برنامه های داینده می داشته باشم، مثلا یک برنامه میگرم که چطور حضرت محمد با عایشه که 6 ساله بوده یا 6 روزه بوده، هر چی که بوده، ازدواج کرده
از نظر قرآن و از نظر کتاب شناسی ما با شما تشریح میکنم که هیچ غلطی در اینجا وجود ندارد. اگر شفیع عیار میخواد که این کار ما با او بحث کنم، ما با شما هم اینجا میگم که اگر من نتانستم ثابت بسازم که شفیع عیار درای غلط میره و دروغ میگه و غلط هست کارش، ما از زبان خودم میبرم آنلاین هم اینجا پیش روی همیتان در ویدیو ما زبان خودم میبرم و ثابت میسازم. ما یک برنامه دیگه میگیرم راجع به موسیقی و از نظر اسلام. ما از نظر اسلام موسیقی را بررسی میکنم که مسلمان ها موسیقی را در موسیقی چی کارهای کردن و چی کاری میکنن. ما یک برنامه دیگه میگیرم نقاشی از نظر اسلام. و برنامه دیگه میگیرم که امور اجتماعی قانون مدنی انسان ها را از نگاه امروز بررسی کنیم. و یک چیز ما یادآوری میکنم، مثلا حتی شفیع عیار سر تشناب رفتن مسلمان ها و پیغمبر و اهل بیت پیغمبر مسخره آمیز ایره بیان میکنه و توهین میکنه. شما فکر کنین که در یک دشت بیبی عایشه میرفت تشناب و ایره مقایسه کنیم با 200 سال پیش شهر لندن. شما یک داکومنتری است که تشناب شما بزنید تایپ کنید تویلت این لندن، یک داکومنتری میگه که چقدر افتضاح بوده 200 سال پیش در اینجا. حتی تشناب یا نداشتن، تشناب کردن یاد نداشتن. امروز مردم با متاسفانه در اروپا با فرهنگ اروپایی وقتی که تشناب رفتن شفیع عیار 1400 سال پیش در اون دشتا تشریح میکنه و خود از این در نیویورک یا در پاریس شده و کمود لوکس و سمارتش در نظرش هست، واقعا برش مسخره معلوم میشه. اما فقط ساده فکر نمیکنه که 1400 سال پیش در می شهر نیویورک و پاریس تشناب چه قسم بوده. این برنامه را من یک بررسی میکنم و یک چالش میتونم. اگر هر کس طرفدار شفیع عیار است و ما در فیسبوکم شاه محمد رئیس، محمد به یو نوشته کنین، MUHAMMAD، مسیج روان کنین. وایس مسیج باشه بهتر است، به خاطر چشمای ما خوب کار نمیکنه، ما خوانده نمیتونم تکست مسیج. ما براتان دلایلش میگم و با اطمینان میگم که شفیع عیار یک کلمه در گفته هایش راست نیست، یک کلمه در برنامه هایش راست نیست. حتی شما فکر کنین که میگه ما اولین انسان هستیم که کف قرآن تشریح کردیم و جرأت محمد را توهین میکنیم، حالی که دروغ است. اولین انسانی نبوده، بی دینا بی خدایا در قرن 18 شروع شده و سازمان ها و احزاب و کلش پیش چشم ما گلمش چیده شده، جمع شده از چین و شوروی سابق و کل گرفت پشت کار خود و در افغانستان خود اصلا جایگاه نداره. در بخش موسیقی ما درباره آریانا سعید گپ میزنم و درباره اسطوره موسیقی افغانستان آریانا سعید، فرهاد دریا، استاد ناشناس. ما ایره براتان یادآوری کنم، پیش از پیش براتان میگم وقتی که فرهاد دریا فریب شیطان هم میخوره که هنرمند محبوب قلب هستن و شمول خودم در قلبم جای داره، فرهاد دریا، آریانا سعید، استاد ناشناس یا فریب شیطان خوردن که با شفیع عیار مصاحبه کردن، با دشمن عرفان و اسلام مردم افغانستان. لطیف پدرام در جایش باشه، به خاطر که یک سیاستمدار بسیار خام است. در مقابلش احمد مسعود، ما راجع به کار و چیزای حرف نمیزنم، هر کاری که داره با طالبا یا طالبا در مقابل از او کار خودش است. اما زیرکی و هوشیاری احمد مسعود ما ستایش میکنم به خاطر از اینکه حاضر نشد که با شفیع عیار برنامه بسازه و مصاحبه کنه. این یک تصمیم قهرمانانه احمد مسعود بوده. فرهاد دریا، استاد ناشناس باید از مردم افغانستان وضو کنن، غسل کنن که فریب شیطان خورده و معذرت بخواین.
لطیف پدرام فکر میکنم که چانس رئیس دولت شدن و جمهور شدن فدرالی خراسان برای ابدالابد از دست داده، به خاطر از اینکه او با دشمن 40 میلیون مسلمان افغانستان مصاحبه کرده. خامی سیاسی لطیف پدرام است. و سلام، انشاءالله در آینده باز هم صحبت های می داشته باشم. شما را به خدا میسپارم. یکی 2 روز بعد باز یک برنامه دیگه ثبت میکنم.